بازم از سمت چپ تو فرستاده میشه روی دروازه، یک ضربه ایستاد و توی دروازه آرش برهانی حساب کارو 1-0 میکنه به نفع استقلال. 1 پرسپولیس 0. آرش برهانی از تک موقعیت خودش نهایت استفاده رو برد. آبی پوشان حاضر در ورزشگاه سر از پا نمیشناسن. آرش برهانی حساب کار رو 1-0 میکنه. بهترین گلزن این فصل استقلال، روند خوبی رو در گلزنی داره. رحمان احمدی مغموم و ناراحت و این هم خوشحالی هواداران آبی پوش. یه بار دیگه با هم نگاه کنیم. تو با سمت چپ روی دروازه فرستاده میشه. آفساید رو هم پر کرده بود حمیدرضا علیعسکری. در دروازه قرار میگیره سانتر مهدی امیرآبادی. این ضربه سر قشنگ آرش برهانی